ببخشید خانم، واحد 7 طبقه اول میشه درسته؟ بله طبقه اوله. متشکرم. منزل آقای عظیمی تشریف میبرین؟ بله واحد 7 میرم. آخه چون همسایه ما هستن از اون خاطر پرسیدم. درسته. بفهمید. راحت باشید. نه خواهش میکنم. بفهمید. 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 اینجاست این واحد عزیزم. ما چون اینجا همسایه هستیم گفتم راهنماییتون کنم. ممنونم عزیزم. خواهش میکنم. شما هم شدم. خواهش میکنم. سلام. سلام. چطوری خوبی؟ قربونه. بیا داخل. چه خبر؟ راحت اومدی؟ راحت که نه، ولی خب زن همسایه‌تون کمکم کرد بتونم راحت پیدا کنم اینجا. کجا میتونم لباسامو عوض کنم؟ تو این اتاق لباساتو عوض کن. بذار من گوشیمو جواب بدم. الان میام پیشت. الو. لباسات باشه. گفتم بهت نمیرسم. خودت کارو جمع کن، من بیام اونجا چیکار بکنم؟ تو نمیدونی من وقت ندارم؟ آقا تیار رو کجا میذارین؟ برو تو تراس اونجا پیدا شد. درست میشه بو نگیره. من مجبور نشم دوباره بکشم خودمو. حواسم هست. چی شد؟ دوستت زنگ زدی بهش؟ پولو میده؟ افتا زور میریزی انشالله. ببینیم و تعریف کنیم. آرش جان. دستمال کاغذی داری اینجا؟ همون کشه اول برد. مرسی. آقا دارن زنگو میزنن. زنگ میزنن. خوش خود. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ مرسی. آقای عظیمی تشریف دارن؟ بله هستم. میشه یه لحظه صداشون کنین؟ فقط بگم کی کار داره؟ من مدیر ساختمون هستم. بله چشم. خیلی ممنون. آقا گفتن کاری داریم به من بگی. بهشون بفرمایین که پول گاز و آب رو پرداخت کنن. قبضشون هم 2 ماه عقب افتاده. شارژ ساختمون هم 2 ماه عقب افتاده. هیچ کدومو پرداخت نکردن. بفرمایین. اینم بهشون بگین. بله چشم. و اینکه پول تعمیرات لوله کشی ساختمونم سهم خودشون رو هنوز پرداخت نکردن. اونم بگین که تقبل کنن بی زحمت. شماره کارتم اون رو نوشتم. بله چشم. نیستش که چی میگی؟ نه من بهش بگو من اصلا 100 تا بیشتر میدم. فقط میخوام مثل سگ التماس کنه. متوجه میشی من چی میگم؟ آقا اینو گفتم بدم به شما. نه دیگه من نمیخوام همچین چیزیو. آقا چای تو سرد نشه بخور. اونو یه ذره آروم پاک کن گرونه. حواسم هست. آقا بابا اون کار چایی هم 2 تا کن بیار. آره. نه من نمیخوامش. نه ببین تو فقط برو مدارک ازش بگیر. هر کاری هم لازم بوده انجام بده. آرش هنوز داری با تلفن حرف میزنی؟ بابا 2 دقیقه پولو ول کن، اومدم تو رو ببینم. بذار من بهت زنگ میزنم. خب من از الان به بعد به خاطر تو دیگه تلفن جواب نمیدم. خوبه؟ ببین آشپزخونه رو کامل برق بندازه. حواست باشه. چشم آقا قربونم. چطوری؟ خب چطوریایی؟ چه عجب بالاخره واسه منم وقت گذاشتی. ببین یه نفر هست من از صبح دارم راجبش حرف میزنم. اگه بتونم کله پاش کنم یه شیرینی توپ بد میدم. حالا بذار اون شیرینی ترایی که دادی خوش بشه بعد دوباره خاله الکی بده. داری مسخره میکنی؟ ولی دلم برای تنگ شده بود. الکی نکن.
برو آشغال این اتاقه رو برس تو این. اتاق راستیه؟ آره. حاضری؟ برای مدیریت. آرش تو دوباره منو خرفرس کردی. نه واقعا. بله. آقا ما کارمون تمام شد. وایسا الان میام. یه دقیقه وایسا من برم برمیگردم. همه جا رو خوب تمیز کردید دیگه. بله آقا. اون قسمت هم قرار بود تی بزنید. بله خیالتون راحت. زدید. کابینت ها تمیز. بشقابا همه رو با شیشه پاکن سابیدم. دیگه چک نکنم؟ نه خیالتون راحت. باش. خب یه لحظه وایسید الان. این اتاق هم شما تمیز کردید؟ بله. خیلی بیجا کردید. مگه من به شما نگفتم تمیز نکنید؟ چی آقا؟ شما گفتید خونه رو تمیز کن، اتاقم جز خونه است دیگه. نه دیگه، وقتی وارد اتاق شخصی آدم میشید باید اجازه بگیرید طبیعتا. از کجا بدونیم شما شخصی؟ نگفتید کجا بریم کجا نریم. من اول صبح به شما گفتم تمیز نکنید اینجا رو. صدات چرا بالا میبری؟ آقا شما یعنی چی صدات چرا بالا میبری؟ من دوست دارم صدامو بالا ببرم. یه لحظه اجازه بده. یکی از لوازم من نیست اینجا. ما چی کار کنیم؟ لوازم شما نیست بابا. پولمون رو بدید بریم. متوجه میشی؟ یعنی چی نداره؟ لوازم من نیست. کارمون تمام شده، پولمون رو بدید بریم. شما لوازم منو بدید، منم پول شما رو میدم. میشه حرف نزنی؟ کیفتو خالی کن. آقا یعنی چی کیفتو خالی کن؟ یه چی نمیگم. کیفتو خالی کن. نه نکن. من نمیگی ندزدیدم. کیفتو خالی کن. کیفشو خالی نمی‌کن. من میگم کیفتو خالی کن. اصلا ما اینجا داریم زحمت مگه نمیگی ندزدیدم؟ من میگم کیفشو خب باشه من زنگ میزنم پلیس. مگه نمیگید ندزدیدم؟ شما راهدارن کار این کیف من. بیا نگاه کن. دنبال چی هستی؟ لباس کارگریه. صدا تو بالا داروه. کیفتو خالی کن. این بیا. چی میخوای؟ پیدا کن. جیباتو خالی کن. میگم جیباتو خالی کن. اگه کری بلندتر بگم جیباتو خالی کن. این دوتا رو بنداز بیرون. یعنی چی بنداز بیرون؟ یعنی همین، یعنی این که به پلیس زنگ نمیزنم خیلیه. من پامو از این خونه نمیندازم بیرون تا پولمو بگیرم. یعنی چی؟ زنگ بزن به پلیس. زنگ بزن به پلیس. پول من ببینی یعنی چی؟ اصلا چارپای پاره شده. بیاید برید بیرون، من پولتون رو حساب میکنم. بیاید بیرون، پولتون رو من حساب میکنم. پولتون رو حساب میکنم. پلاستیکش پولمون رو بده. پولو داشته مگه نگهدان داریم پول میدیم؟ از صبح داریم اینجا زحمت میکشیم. عرب این چه مزهش؟ نمیخوام. ببخشید خانم، فضولی نباشه، مشکلی پیش اومده بود؟ بله یه مشکلی بود که پرتمون کرد مثل آشغال دستونش بیرون. این یارو شگردش همینه، هر یه ما دو تا خدماتی مثل شما میاره خونش رو ترتمیز میکنن، بعد که کارشون تموم شد یه انگ و تهمتی میزنه پرتشون میکنه بیرون، دستمزدشون هم نمیده. انقدر حق و ناس به گردنشه که خدا میدونه. شما اولیا نیستی. مرسی از راهنماییتون. خواهش میکنم. به نظر من یه شکایتی چیزی بکنید ازش. خانم دلت خوشه ها، همینجوری
1 تومن پول نمیده، اونجوری مثل سگ ما رو از خونش پک کرده بیرون. من برم از این شکایت کنم؟ چه میدونم والا. ببخشید. خواهش میکنم. دیگه